سلام دوستان، به کانال کمیکیگوری خوش اومدید. میخوام داستان کمیک بوک دارکسایدرز تو دستور رو براتون تعریف کنم. امیدوارم که خوشتون بیاد. آبادون از مرگ خواسته بره زمین و دیوی رو که اونجا افتاده به جون دنیا از بین ببره، اما مرگ قبل از رفتن مستقیم به زمین میره سمت رود استیکس. دنبال یه چیز خاص میگرده. چرا؟ برای چی این کارو میکنه؟ چرا وقتی شیطان روی زمینه باید بره مرز بین زمین و دنیای زیرین؟ چون این مأموریت رو شورای سوخته صادر نکرده و وقتی شورا مأموریت نده مرگ بینشش رو نداره. برای همین با دیوی به اسم بولگیریم معامله میکنه و توی رود استیکس با لویاتان روبرو میشه. بعد از یه نبرد سنگین موجود رو میکشه، سرش رو جدا میکنه و میندازه جلوی بولگیریم. حالا یه تیغه بهش بدهکاره. بعدش مرگ میره سراغ ارباب اسب‌ها. میخواد براش یه سرپنت هول باز کنه، یه گذرگاه بین بعدی که باهاش میشه توی چند لحظه مسافت‌های طولانی رو طی کرد. ارباب اسب‌ها یه لحظه میره توی خاطرات. وقتی اولین بار مرگ و برادرها شدی، اون موقع تازه 4 سوار شکل گرفته بودن و هنوز اسبی نداشتن. یکم جرابست بین وار و فیوری و استرایف در میگیره و مرگ بدون حرف اضافه خودشو پرت میکنه وسط گله اسب‌ها. برادرانش دارن میبینن که اون داره زیر سمها له میشه، اما چند لحظه بعد از دل همون گله میاد بیرون، در حالی که سوار یه اسبه. اسمشو میذاره یأس و همون لحظه اسب تغییر شکل میده و تبدیل میشه به همون اسب رنگ پریده معروف. ارباب اسب‌ها بعد از این خاطره قبول میکنه چون دلیلی برای شک به مرگ نداره و یه دروازه بین بعدی به سمت زمین باز میکنه.
مقصد مارسیو فرانسه، سال 1722. وضعیت مرگ همه جا حضور داره. نشونه ها میگن یه شیطان اومده زمین، اما مرگ حضورش رو حس نمیکنه. فرشته ها هم این حضور رو حس نمیکنن و دقیقاً به همین دلیله که آبادون صداش کرده. مرگ بعد از یه جستجوی کوتاه با موجود مورد نظر روبرو میشه، اما غافلگیر شده. اون شیطان در واقع یه فرشته است. فرشته پرواز میکنه و مرگ به دنبالش میره. بالای یه جمعیت از آدم‌های معلقه، آدم‌هایی که بین فضا معلق شدن و بهشون باعث همه درد و رنج شماست. جمعیت به مرگ حمله میکنن، اون رو مقصر ویرانی زندگیشون میدونن. مرگ سعی میکنه راهشو باز کنه بدون اینکه کسی رو بکشه، چون کشتن آدما جزء مأموریتش نیست. میرسه به یک کلیسا با دیوارهای پوشیده از پیچک‌های سیاه. داخل کلیسا فرشته رو میبینه که روی یه انسان کاری رو داره انجام میده. وقتی برمیگرده میبینه اون انسان تو حالتی شبیه خلسه است و درگیر یه ماده سیاه و لزجه. فرشته توضیح میده این طاعونه، متولد بی‌ایمانی انسان‌ها، نتیجه گناهشونه. اون اومده بشریت رو پاک کنه و مرگ قرار نیست جلوشو بگیره. وسط مبارزهشون فرشته یاد گذشته میافته، روزی که نیروهای بهشت کنار 4 سوار جنگیدن علیه نفلیم ها جلوی دروازه های عدن. اون روز نفلیم ها نابود شدن، همشون به جز اون، و از همون روز زندگیشو گذاشت برای دفاع از چیزی که فکر میکنه خوبه. امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. این کتاب موجوده، حتما ما رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگر ما رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید. خیلی ممنونم از شما.